وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، بنازم به شیران بی باک تو. خرامان و غران همه صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو. نظر آورن سوی افلاک تو. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. سپهدار من چون خدا یار تو، خاطر از اینکه این جزیره من معلومه که چی رقم نقشه شده، این چی رقم کار شده، چی رقم راداری را پیش باره کار از این ما تو پیره وزارت فایده آمد قدیم جنرال شد قومان 3-4 دفعه شده که آمده دعای شهیدان مددکار تو، به میدان هراسان شده دشمنت. بنازم به گرمی بازار تو، بنازم به گرمی بازار تو. وطن عشق من، هموطن جان من. اینمی از پول که تر میشه اینمی بینی نه؟ اینمی بینی را بیزنی آوار کده اینمی رقمی که دی اینمی کمک رو پالا چیز که پول کنی اینمی خود اینمی زی کوریگا کرد این خود از بال میشه. وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم، به خاکت ز خون لاله کاری کنم. زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، بنازم به شیران بی باک تو. خرامان و غران همه صف شکن، نظر آورن سوی افلاک تو. نظر آورن سوی افلاک تو. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. امروز تاریخ 9/3/1404 محل کار سرک کوتل لخشوم در واقع گلی لخشوم هستیم که شما میبینید در تصویر مشاهده میکنیم که سرک از پیتا و کار شده رایی است که تازه امروز کار از سرک آغاز شده. ما آمدیم امروز که باز جاهای که کمی کاستی داشتن در قسمت نقشه و سروی که بودن طبق درخواست جناب آقای ایدری صاحب که باز جاهایی که با مشکل مواجه بودن ما امروز در خدمت ایشان هستیم و خدا را سپاسگزار هستیم که در ظرف بیشتر کمتر از یک ماه ما از اون طرف کوتل لخشوم که شروع شده کار در قسمت مینگک و امروز در قسمت گلی قرار داریم. امیدوار هستیم که
خداوند به توفیقات همه خیرین عزیزی که تا امروز ما را کمک کردن و یاری کردن، در خدمت مردم بودن، چه خیرین داخلی و چه خیرین خارجی که تا امروز به خاطر عزت و به خاطر سربلندی مردم خود و به خاطر بقای از این مردم و به خاطر از اینکه این مردم با عزت و سربلند زندگی بکنه، چون جای آبادی و اجدادی ما هست، ما هر چقدر تلاش بکنیم که در قسمت اعمار و بازسازی از این منطقه تلاش بکنیم، جای خوشی هست و بنیاد خیریه شهدا با تمام توان و ظرفیتی که تا امروز در خدمت همه خیرین عزیز بودن، با تمام اخلاصمندی و صداقتی که داشتن، بعد از این هم با تمام توان و ظرفیتی که دارن، چی در قسمت بحث بازسازی و فقر زدایی و عروسی های جمعی و کارهای عامل منفعی که دیگه هست در خدمت خیرین عزیز هستند و در خدمت مردم ساکن در منطقه، چه در کابل چه در اینجا قرار داریم، در منطقه قرار داریم هستیم. امیدوار هستیم که خداوند به توفیقات همه بیفزاید، خداوند از همه قبول بکنه انشاءالله، به امید صحت و سلامتی همه شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدا را شاکر و سپاسگزاریم از اینه که بنیاد خیری شهدا را توفیق عنایت نمود که خبرگیری از محل کاری سرکاری کوتل لخشان امروز در خدمت عزیزان باشیم و تقاضا و تمنایی که از خیرین، از هموطنان عزیز ما، چه در داخل کشور و چه اون خیرین و هموطنان عزیز ما که در خارج از کشور به سر میبرند، تقاضای کوچکانه از همه عزیزان داریم که بیایید برای این صدقه جاریه و کار ماندگار سهم بگیرید. انشاءالله که خدای متعال از همه خیرین، از همه کسانی که در این صدقه جاریه، این راه عام المنفعه و راه عمومی کمک و همکاری نمودن، این کمک های خداپسندانه همه شما را به لطف و کرمش قبول نماید. یک گزارش مالی که تهیه شده است خدمت شما به عرض میرسانم. حاجی محمد محسن حسنزاده، جوان متدین و حامی همیشگی بنیاد خیری شهدا که خودش در بیت الله شریف قرار دارد، مبلغ $1500 آمریکایی معادل 1,05,000 افغانی. قومای ایدک مقیم کابل توسط سلطان مبلغ 6,000 افغانی. قومای دهن دربید دولت قلی مقیم کابل مبلغ 50,000 افغانی. از گزارش قبل باقی مانده مبلغ 91,803 افغانی. جمع کل 2,52,803 افغانی. تبدیلی قیچی اتومات مبلغ 14,070 افغانی. پایپ و کرایه تاکسی 3 بار مبلغ 1800 افغانی. مواد خوراکه، وسایل و کرایه موتر توسط لعلی 16,800 افغانی. مصارف متفرقه 3,990 افغانی. کرایه موتر حسینیه الی قلاچه و از قلاچه الی عده بامیان و الی دهن علمسید و بکسوانه ششرخ به خاطر انتقال داینمو مبلغ 1,750 افغانی. کرایه موتر حسینیه الی قلاچه و از قلاچه الی حسینیه به خاطر انتقال هر دو داینمو و ترمیم داینموی کونه مبلغ 4,500 افغانی. کرایه خراتکار و کرایه موترش الا محل وظیفه اسکواتور
مبلغ 10,000 افغانی. برای محل کار مواد خوراکه گرفته شده 1270 افغانی. برای وایرینگ کار اسکواتور داده شده مبلغ 10,000 افغانی. بطری 100 امپیر CD و فروش بطری های کهنه که 6 سیر شده 2400 افغانی. بطری 100 امپیر 3 دانه خریده شده 16500 افغانی که 2400 منفی شده 14100 افغانی. یک بشکه موبلایل پاوران 25 لیتره مبلغ 5100 افغانی. تبدیلی فیلتر هوا مبلغ 2000 افغانی. فیلتر موبلایل و دیزل 250 افغانی. کرایه تاکسی لا قلاچه و از قلاچه قوای مرکز و بعد لا حسینیه مبلغ 700 افغانی. یک دانه سرکی کتاوت مبلغ 1600 افغانی. یک دانه پایپ دیزل 800 افغانی. جمله مصارف دیزل پمپ طبق بیل 10,000 افغانی. سونیک 130 200 بل 2600 افغانی. رینگ بکس 800 افغانی. پایپ کانچه و ویکوم 1300 افغانی. شیریش سلیکول 2 دانه 250 افغانی. کرایه موتر الی قلاچه و برگشت به حسینیه 500 افغانی. هایدرولیک 20 لیتره یک دانش 2800 1600 افغانی. گریس 5 کیلویی 800 افغانی. کرایه تاکسی لا قوای مرکز بعد لا ترمینال بامیان 800 افغانی. کپ دیزل پمپ یک دانه 150 افغانی. کرایه نورالله مستری مبلغ 10,000 افغانی. کرایه موتر نورالله از محل وظیفه لا کابل مبلغ 1600 افغانی. کرایه موتر دمترک برای 4 روز که سرگ پرانه نموده فی روز 3000 افغانی جمله 12000 افغانی. مواد خوراکه مبلغ 1030 افغانی. تاکسی الی سرای از حسینیه الی سرای غزنی و الی عده بامیان 1300 افغانی. کرایه موتر بطری ها از محل وظیفه لا کابل و الی عده سرای غزنی مبلغ 800 افغانی. معاش یک ماهه خلیفه اسکواتور مبلغ 20,000 افغانی. جمع کل 1,54,260 افغانی. از این برنامه باقی مانده 98,543 افغانی. بار دیگر از این خیرین بزرگوار که لطف نمودن، همکاری نمودن، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم. خدای متعال انشاءالله که از همه این خیرین، از قومای عزیزی که کمک و همکاری نمودن، خدای متعال به احسن وجه قبول نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان نثاری کنم ز خون خاک تو آب یاری کنم. چه ارزش بود در رهت جان دهم به خاکت ز خون لاله کاری کنم. به خاکت ز خون لاله کاری کنم. سپهدار من چون خدا یار تو، دعای شهیدان مددکار تو. به میدان هر اول سالم بدر اینجی برف است. کام چند پیشم که خود برف میخواد، نه اینجی برف است. موضوع برف ازم که اوشا اونو قسمت بدر نه آسان شده دشمنت، بنازم به گرمی بازار تو. بنازم به گرمی بازار تو. وطن عشق من، هموطن جان من. وطن روح من، عز و ایمان من. وطن در رهت جان نثاری کنم.
ز خون خاک تو آب یاری کنم که خوشنودی ارواح اموات مؤمنین مسلمین، ارواح اموات جمع حاضر، مخصوصا خوشنودی آنهایی که امروز این مجلس ختم قرآن کریم و صرف طعام به یادبودشان برگزار گردیده است. صلوات. نوی 3404 وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من. وطن عشق من، هموطن جان من، وطن روح من، عز و کسی از خودش صدقه جاریه به جا بگذاره، مثل که رای عبور و مرور مردم پاککاری کنه، بهسازی کنه و ممانعت و موانعی که در راه وجود داشته باشه بلند کنه، برطرف کنه. دقیقا مصداق صدقه جاریه خواهد بود تا وقتی که اونمون راه و مردم از او استفاده میکنه، مسافران از او استفاده میکنه و مرور میکنه، دقیقا ثوابش و پاداشش برای شما خواهد رسید. یا کسی چشمه‌ای و کاریزی و مسجدی حسینیه‌ای بسازه، اینها از مصادیق صدقه جاریه خواهد بود که تا وقتی که این صدقه جاریه وجود داره ثوابش برای بانیانش، برای کسانی که در اونجا زحمت کشیده کار کرده به نفع اونها خواهد رسید. تقاضای کوچکانه ما شمایی است که در این قسمت اگر همکاری کنین انشاءالله که خدای متعال از همه شما بزرگان، از همه شما مردم با عزت و سرافراز جوهلال و مردم علم مسیح و احسن وجه قبول کند. من وطن در رهت جان نثاری کنم، ز خون خاک تو آب یاری کنم، چه ارزش بود در رهت جان دهم.